سلام. توی این ویدیو میخوام به این سوال جواب بدم که آیا میتونید اقامتتون رو در فرانسه فقط و فقط از طریق دوست پسر فرانسویتون یا دوست دخترتون یا پارتنرتون تمدید کنین؟ جواب این سوال بله هست. شما به راحتی میتونید اقامتتون رو تمدید کنید از این راه، به شرط این که بیاین رابطتون رو ثابت کنین. برای ثابت کردن این رابطه شما به 4 شرط نیاز دارین. اولین شرط اینه که شما باید با پارتنرتون همخونه باشین. همخونه شدن تو کشوری مثل فرانسه کار بسیار راحتیه، برای اینکه بعد 5 ماه 6 ماه به شما این پیشنهاد رو میدن که آیا میخوای با ما همخونه بشی. پس اولیش همخونه شدن به حساب میاد. دومین شرط چیه؟ دومین شرط اینه که وقتی شما با پارتنرتون همخونه هستین یه سری هزینه‌های مشترک بینتون وجود داره. حالا نمیگم همه هزینه‌هاتون مشترکه، نه، چون معمولا تو فرانسه نصف به نصفه. حالا بچه در مورد اینکه چجوری باید هزینه‌ها رو بپردازیم کلا توی ویدیوی دیگه صحبت میکنم، ولی توی این ویدیو فقط دارم راجع به هزینه‌ای مثلا مخارج مایحتاج روزانه‌تون، یه سری هزینه‌های مشترک مثلا خرج خوراکتون. برای هزینه‌های مشترکتون شما نیاز دارین به کارت بانکی مشترک. کارت بانکی مشترک و حساب بانکی مشترک خودش دومین شرط تمدید اقامت به حساب میاد. سومین شرط تمدید اقامت اینه که از پارتنرتون بخواین که اسم شما در کنار اسم اون توی قبضی مثل قبض برق باشه. حالا من قبض برق رو مثال زدم، شما میتونید یه قبض دیگه هم مثل قبض آب. فقط کافیه که اسم شما در کنار اسم پارتنرتون باشه، چون این شرط مهمی به حساب میاد. این شرط نشون میده که واقعا شما با هم زندگی میکنین، پرداخت هزینه هاتون با هم تقریبا میشه گفتش اینجا میگن کنجوان هستین. این 3 تا شرط‌های خیلی مهمی هستن برای تمدید اقامتتون از طریق پارتنر خارجیتون. و اما شرط آخر که خیلی‌ها میپرسن اینه که پارتنر خارجی شما حتما باید فرانسوی باشه. پارتنر شما باید ملیت فرانسوی داشته باشه. اقامت نه، ملیت، ناسیونالیته فرانسوی داشته باشه. یه سری جزئیات دیگه هستش که با این 4 شرط شما خیلی راحت میتونین اقامتتون رو تمدید کنین با خیال راحت. یه سری جزئیات دیگه هست که تمدید اقامت رو شانسش رو تا 100% هم افزایش میده. مثلا کار پارتنرتون، شغلی که داره، درآمدی که داره، مثلا مدت اقامتی که شما توی فرانسه دارین. یه سری جزئیات دیگه هم هست که حالا اگه دوست داشتین تو کامنت ها بپرسین، من براتون توضیح میدم. اگه خواستین که مشاوره حقوقی خصوصی بگیرین، ایمیل من هست، به من ایمیل بزنین. و اینکه اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین. توی ویدیوی بعدی من میام در مورد قراردادی به اسم پکس صحبت میکنم، چون پکس هم چیزیه که شما خیلی میپرسین. پس تا ویدیوی بعدی، فعلا.